ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان صبح 22 مارت عازم ورزشگاه مرکزی ولایت گردیده با شادی و خرسندی برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون ورزشی را تا درباز تماشا نمودند. نخست رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدایبردی و هیئت رسمی کشورهای قرقیزستان و ازبکستان جمهوری اسلامی ایران عازم نوروزگاه شدند که در درآمدگاه چاره‌بینی ایدانه مهمانان را با دف و دایره صمیمانه استقبال گرفتند. نوروز این یک جشن قدیمترین، جشن عزیزترین مردم اوره و نژاد است و همچون پیام پیک و شادی و سرور، زیبایی و نفاست، احسان و صداقت، تنتنه نیکی بر بدی و پیروزی نور بر ظلمات است و مردم تمدن آفر و مردم تمدن ساز تاجیکستان عزیز امروز با یک ارزندگی، با یک صمیمیت خود نوروز خجسته را تجلیل میکنند و امروز ما شعار ابد زنده اجدادان خویش، خردمندان خویش، رفتار نیک، کردار نیک، پیندار نیک را مشاهده کرده استودیم و من میخواستم برای تمام مردم شریف تاجیکستان بگویم که بیایید همین شعور ابد زنده اجدادان خویش را که پایه جاودانی صلح و ثبات وحدت ملی هست، شعور همانیزه خود انتخاب نماییم و دستور عمل فعالیت میمده خویش قرار دهیم. بگذار سال نو، سال خوشبختی مخصوص، سال بردباری مخصوص، سال پیروزی مخصوص برای همگان باشد و به پیش فقط به سوی عالمی پر از آرمان ها و پیروزی ها حرکت کنیم. نوروزتان مبارک باشد. قبل از آغاز مجموعه چاره‌بینی‌های ورزشی تحت نوای موسیقی و تندوستانه ورزشکاران و مربیان گشتین به میدان دعوت گردیدند. سعادتی یگانه ای مادرم، محبتی یگانه ای باورم، برای جاودانه ها ای مهنم، ترانه ای دلم ای گلشنم، تراوتی دلم جان و تنم، برای تو بادا فدا، وطنی جان بدش همیشه بدش، ملکی جانان بدش همیشه بدش، سخنیش و رهنمای ما، تاجیکستان بدش همیشه بدش. سپس رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشیر خدایبردی با تمنیات نوروزی کل اشتراکداران چاره‌بینی و تشریف هیئت رسمی کشورهای همسایه و ورزشکاران را به جشن نوروز بین المللی و ولایت مختار کوهستان بدخشان خیر مقدم نمودند. موصوف افزود که در ظرف زیاده از 33 سال صاحب استقلالی کشور ورزش همچون تکمیل دهنده طرز حیات سالم تحت سیاست ورزش دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رشد و نمو نموده به میدان سبقت‌های ورزشی چهره‌های نو وارد گردیدند. بعد سخن تبریکاتی رئیس ولایت معاون نماینده پرزیدنت جمهوری قرقیزستان در ولایت آش ارسلانقلوف تلمبه قربانعلیویچ سخنرانی نموده از همکاری‌های سودمند دو جانبه رهبران عالی سیاسی دو کشور اظهار قناعتمندی کرده بیان داشتند که دوستی و برادری دو کشور همسایه تاریخی بای و غنی قدیمه داشته، این سنت نیک برادری من بعد نیز ادامه خواهد کرد. Город очень хороший, люди здесь очень гостеприимные. Нас встретили очень тепло и насчет города.
Здесь очень красивые горы, хороший город, гостеприимные люди. А насчет турнира, хорошо подготовились. Турнир идет на высшем уровне. Призы очень хорошие. На первое место электромобиль. И остальные призовые подарки очень хорошие. Хорошо подготовились. Будем надеяться на лучшее. Главное не победа, а дружба народов. همه تاجیکستانیان رو به همین فرارسی نوروز عالم افروز تبریک مبارک باد میگویم و همه تنسیت خانه آبادی آرزومندم. و بانوان در والیبال و در ورزش سبک شرکت می‌ورزند، در گوشتینگیری هم هستند. کی را مخلصی میکنیم؟ خیلی بانوان مقام زن در جامعه خیلی بلند هست. ما هم خیلی خوشنود هستیم که حتی بانوان باید جای اول را سزاوار باشند در همین بازی‌های والیبال و دیگر بازی‌ها. یکی ایده‌های بهترین ایده‌های نیوگومانو نوروز است. برای ما هم با یک خوشحالی اومدیم که این ایده با یک خوشحالی پیشواز گیریم و اشتراک کنیم در این. تنها در ناحیه‌های شما انجام می‌افتند و بعداً می‌شوند. نه انجام می‌افتند در ناحیه شغنان انجام می‌افتند. انا در باز جو انجام می‌یابند. میدید بزرگی نیوگومانو یکی از بهترین ایده. و همین ورزش اکنون در نوروز یک شهامت دیگر داره فکر میکنم. بله این با بیدار شدن طبیعت یک طبیعت بیدار میشد، یک خوشحالی. این همین ورزش هم برای پیش زندگی یک تماشای بسیار بزرگ است. یکی دستخوابانی میکند، یکی بانکشی میکند، همه توسط ورزش خورسندیشون را نشان میدهند. بله بله بله. برای که خورسندی این سلامتی است. کسی به ورزش کار بار میکنه، کسی با ورزش میکنه، این سلامتی این برای سلامتی هر یک آدم فایده بسیار کلان دارد. آبادی ها خیلی زیاد شدن در خورو. بله بله یک کشور ما روز به روز آباد شده ایستاده است. با دستگیری پیشوای ملت، پیشوای معظم ملت، روز به روز کشور ما آباد و زیبا شده است و ما بسیار خرسندیم و در آینده بسیار میخواهیم که باز هم آبادتر و زیبا شویم و تاجیکستان به پیش. بعد از سخنرانی در فضای ادانه، جایزه‌دار بازی‌های المپی پاریس 2024 تیمور رحیموف به میدان دعوت گردیده از جانب رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان با تحفه ادانه قدردانی شد که این برای نسل امروز و فردای کشور خصوصیت‌های علاهیده تربیوی خود را نیز دارد. در این مسابقه با نفوذ که مسابقه بین المللی برگزار گردیده ایستاده است که با دستگیری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز در شهر خالق یک چهاربینی به نهایت در سطح بلند برگزار کرده ایستادند و من همچون مهمان، همچون تماشابین سالهای پیش در این خیل میدان ها ما قواسنجی میکردیم. به نهایت پزمان همان گشتینگ ها شده ایم. امروز همه خوشحال هستند و همه برای پیروزی آمدند. قبل از آغاز چهاربینی‌های تنتنوی ورزشی نوروزی در ورزشگاه مرکزی اهل فرهنگ ولایت گلدسته سنتی موسیقی را که آن با سرشار از سرود و ترانه‌های پرمضمون بود منظور اهل حاضرین نمودند. ما امروز خرسندیم که عید نوروز سال به سال در دولت ما خوشتر شده است. ما خرسندیم که
عید نوروز بین المللی شد و ما خرسندیم که پیشوا معظم ملت چیز ادامه که داد از دولت‌های دیگه هم با نوروز اعتقاد سخت دارند. ما خرسندیم که امروز در مختار کوهستان بدخشان نوروزی بهترین گذشته است. همسایه برادر ما قرقیزستان امروز دعوت شدن. چه تغییرات رو می‌بینیم نسبت به نوروزی که پر در فاروق شد؟ تغییرات رو می‌بینیم که مهمان‌ها بسیارتر شده هستند. از دولت‌های دیگه اشتراک. هوای ورزشگاه کاملا دیگر شده است. دیگر شده درست. ما توانا داریم که در دولت ما اما وقت ورزش پیش رود و در نوروزی ورزشگران بسیارتر شوند و پرچم تاجیکستان ما را معرفی بسیارتر کنند. مسابقه گوشتین در شهر خاروق دوام منطقی چورابینی‌های نوروزی بوده. در آن حدود 170 نفر پهلوان از شهر و ناحیه‌های ولایت جمهوری اینچنین از همسایه کشورهای ازبکستان و قرقیزستان، جمهوری اسلامی ایران اشتراک و قوه عظمایی نمودند. سال دوم است که در مسابقه گوشتین ملی نقلیات اتومبیل معاصر برقی گذاشته می شود. این و دیگر مکافات‌های ارزشمند از جانب رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برای دستگیری ورزشگران و در این ردیف ترغیب نمودن طرز حیات سالم به راه مانده شده است. همه سبقت‌های گوشتین ملی جالب و خاطرات نیک به میان آوردند. پیش از همه مردمی بدخشان و همه تاجیک را برای عید نوروزی عجم تبریک گفته و گفتنی هستم که در حقیقت بی‌نداری خود را پیش از همه به پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی می‌رسانم که در حقیقت گوشتین ملی را در یک سطح بلند جهانی کرده است و پهلوانان ما و تمام پهلوانان تمام گوشه و کنار دنیا در این مسابقه شرکت می‌ورزند و سطح گوشتین تاجیک سطح مهارت گوشتینگیران ما بلند می‌شود. فضای ایدانه را چخیل قبول کرده؟ سال گذشته هم شما بودید؟ در حقیقت سال گذشته کمی بود هوا کمی سرد بود، لیکن این سال بود هوا بسیار به درجه بلند بسیار فضای خوب است. در حقیقت نوروز رو ساکنان بدخشان خیلی خوش پیشواز میگیرند. در وزن 63 کیلوگرم 14 نفر بانوان ورزشگر شرکت کردند. بانوانی که در زمان صاحب استقلالی به نمادهای گوناگون ورزش و طرز حیات سالم روی آوردند، عین حال در گوشتینگیری نیز تعداد آنها بیشتر می شود. در این سبقت برای راحت پیدا کردن به مقام نمایان مسابقه تلاش‌های زیادی در بین ورزشگر بانوان صورت گرفت. در دور نهایی میدانداری در وزن 63 کیلوگرم جای یکم به ورزشگر ولایت ختلان جانانه نظرова نصیب گردید. مقام دوم را ورزشگر بانوی جمهوری ازبکستان مال خود کرد و دو جای سیوم به رحمیه خنجربکова از ولایت مختار کوهستان بدخشان و کامله قهارova از جمهوری ازبکستان نصیب گردید. در این مسابقه من با 4 رقیب خود آزمایی نمودم. دو تای آنها از دولت همسایه از ازبکستان بودند و من در این مسابقه دوستان گرامی در وزن 60 کیلوگرم پهلوانان میدانداری جالب نشان دادند که تماشابینان به کافکوبی‌های صمیمی و بردوام ملکه و استعداد آنها را جانبداری نمودند. بعد سبقت‌های تیز و تند در این وزن ایدیبک امیرجا سزاوار جای یکم، مقام دوم نصیب نظر خالوف شد و مقام سیوم را در این وزن محمد سلیموف و دلیل قربانجانوف کسب نموده. در فضای ادانه به غالبان این وزن هم تحفه‌های ارزشمند کمیته تدارکات سپاریده شد. در وزن 71 کیلوگرم پهلوانان زیادی شهر و ناحیه‌های مملکت و دیگر کشورهای همسایه با هم نیروسنجی نموده گوشتینگیران ارزنده مهارت و ملکه بلند ورزشی را از خود نشان دادند. در رفت گوشتین از روی این وزن جای یکم به محمد ایسا رجبوف از تیم دوشنبه نصیب گردید. بهرام صوفیف از ولایت ختلان مقام دوم را اشغال کرد. ظریفزاده عبدالله و مصطفی عبدالفیض سزاوار زینه سیوم شدند. برای جای یکم چاروای کلان شاخدار، جای دوم یخدان و جای سیوم تلویزور سپاریده شد که این باعث دلگرمی و جانبداری مخلصان نیز شده می تواند.
مسابقه بین‌المللی گوشتنگیری در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان با رعایت قاعده‌های تکنیکی این نمود ورزش جریان گرفته رفت مسابقه را داوران سطح ملی و بین‌المللی نظارت نمودند. در وزن 78 کیلوگرم پهلوانان درجه بین‌المللی با مهارت بلند ورزشی هنرنمایی نموده مقام اول نصیب جوان پهلوان قائم شکرانوف شد و جای دوم را مزرابزاده انوشیروان به دست آورده. دو زینه سیوم را امام‌الدین نعمتوف از ازبکستان و سمندر سعید باریسوف از تاجیکستان به دست آوردند. غالبان این وزن نیز در فضای تنتنوی و تحفه‌های عیدانه قدر کرده شدند. غالبیت را در وزن 86 کیلوگرم قهرمان جهان آید به گوشتنگیری حق نظر نظرов به دست آورد. او نماینده جمهوری ازبکستان را به آسانی دچار ناکامی نموده به سفره ظفر برآمد و دو جای سیوم را در این وزن پهلوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان اکرم صدیرов و صدم امامیوربکزاده صاحب شدند. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش. البته ما با تیاری‌های مخصوص برای تجلیل نمودن جشن بین‌المللی نوروز و خصوصا گشتین بین‌المللی نوروز که گشتنگیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر گردیده یک تیاری خیلی زیاد کردیم، چرا که این سال اولین مرتبه گشتین ملی مسابقه بین‌المللی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر کرده بشه. در وزن جمعی 86 کیلوگرم برای صاحب شدن به شاه جایزه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان 18 نفر ورزشکار از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، ایران و قرقیزستان تلاش نموده صنعت والای گوشتنگیری خود را هم در سطح بلند نشان دادند. اولین چمپیونات جهان و باز یک لحظه که خیلی هم یک پرتافتی این ورزشگر را بینیده داور چی میگوید؟ در این وزن رقابت شدید نیروسنجی ها بر علا مشاهده گردید. فردوس نسیموف از جمهوری تاجیکستان و بکمراد آلتیبایف از جمهوری ازبکستان برندگان مدال های برنجی معرفی شدند. دو پهلوان ناماشنای تاجیکستان شکرمحمد میرمحمدوف و شریف نظریوف برای دریافت مکافات عالی شاه جایزه تلاش و کوشش های بغایت زیاد نمودند و در نهایت با یک اصول جالب و حرکت زیبای خود شکرمحمد میرمحمدوف توانست که کامگاری این دور را مال خود کند و انعام ارزنده رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان را در حضور مخلصان سرشمار صاحب شود. مهارت بلند این ورزشگر تاجیک را مخلصان سرشمار رشته گوشتین اجدادی در بام جهان با کفکوبی‌های بردوام استقبال گرفتند. این مسابقه ورزشی تا شامگاه ادامه داشته برای غالبان جای یکم و دوم و سیوم تحفه‌های عیدانه در فضای متنتن جشنی با حضور مهمانان عالی قدر برگزار گردید. اولا کل مردم تاجیکستان رو به عید نوروز مبارکباد میگویم. این روز یکی اولین مسابقه نوروزی در ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. در اینجا پهلوانان بهترین جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ایران در اینجا حضور داشتند. من این روز توانستم که صاحب شاه جایزه شدم. اما مشق را در 3 هفته اخیر چگونه انجام دادید که نتیجه داد؟ خیلی مشق رو خیلی پیش این چمپیونات ریسپوبلیکا بود. خیلی در اینجا با یکی بهترین ورزشکاران جمهوری تاجیکستان شریف نظریف قوم‌آزمایی کردیم. در آنجا وی غالب شد. این روز من بود. من در
زوده خود در شهر خورخ توانستم که غلبت رو به دست آورم و صاحب شجاعت شدم و کل مردم تاجیکستان خوشبختی میخواهم. نثار گلشنت جان و دلم بهار در برابر این باید قید نمود که همچنین تیم منتخب والیبالبازان ولایت نیز در این چاره‌بینی با شکوه نوروزی مهارت ورزشی خود را نشان داده تا به مرحله نهایی سبقت‌های جالب را منظور مخلصان کردند. در بدخشان در بازی‌هایی که امروز برگزار شدند و تا امروز هم گذشتند یک چیز رو مشاهده کردیم که ما اون چهره‌هایی که برای مسابقه‌های خارجی ضروریت داریم ما در بدخشان دیدیم و ما انتظار اون هستیم که در تیم منتخب همه این چهره‌ها را تیم منتخب کردن یک جا کرده تاجیکستان عزیزمون رو در بیرون کشور معرفی کنیم. حکمی مرحله نهایی به دوش شما بود. درباره داورا چی نظر دارید؟ داورا چون من داور درجه بین‌المللی هستم و داور دوم هم نظرمان شودی داور درجه بین‌المللی هست و در مسابقه نهایی مشکلی نداشتیم چون داورای با تجربه بودیم و داوری در بدخشان یعنی سطح داوری در بدخشان سطح پست نیست، یعنی برابر با سطح جمهوری هست. دسته‌های والیبالبازان ناحیه‌های روشان و ایشکاشیم از دورهای اول مسابقات رقیبان خود را با افضلی بیشتر مغلوب کرده در گروه‌های خود اولین شده به مرحله اساسی راه یافتند. در برابر هر یک عمل نتیجه بخش و آغاز سبقت دور استعدادهای نو به میدان می‌برآمدند که این بر رفع نیروسنجی دسته روشن تأثیر خود را رسانید. آنها از فرصت‌های مناسبی به میان آمده استاکارانه استفاده برده نام خود را در فهرست بهترین‌های این مسابقه ایدانه نوروز بین‌المللی درج نمودند. چند دور رقابت کردید؟ بازی ما 5 دور بازی کردیم و در بازی نیمه نهایی دسته شغنور را غالب برآمده، در فینال باشد دسته مهاجران روسیه را مغلوب کرده جای اول را سزاوار گشته. بازی ها بسیار خوب بودند. بین 12 دسته ما توانستیم که غالب مسابقه شویم. خب باز نقشه ها است که بیرون از در حدود جمهوری بله با کوشش میکنیم که در مسابقه جمهوری و بیرون از آن هم اشتراک کنیم و به نوروز چی مژده داری؟ همه را به عید نوروز تبریک میکنم و به همه سربلندی و خانه آبادی را تمنا دارم. دسته اشکاشیم تنها 2 دوره سبقت آخر با تفاوت نه چندان زیاد از حریف جای خود را در فهرست بهترین های چاره‌بینی با شکوه پیدا کردند. اما نقطه دیگری توجه آن است که این قوه آزمایی در تربیت نفران سزاوار ورزش والیبال برای تیم اشکاشیم زمینه دیگری رشد را به میان آورده توانست. دسته شهر دوشنبه هستیم، در این مسابقه ولایت اشتراک کردیم و شهر دوشنبه اومدیم سزاوار جور سیم کردیم. از کدام دسته باختید؟ نوع روشون پول فینال 3-2. نگران هستید که چی؟ خیلی بوزه رو هفتاده نیستید؟ رو هفتاده هم هستیم و خیلی بوزه سپورت های. چی مشکلات بود از نگاه شما در سبقت باختی شما؟ مشکلات چه بوده؟ بازیگراتون کمتر بودن؟ بخت نخندی. نظر تکتیکیتون سست‌تر بود؟ نه هم اسد بود بخت نخندی. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان را مسابقات را دسته روشن و کاپیتان سر می‌بردارند.
با آمدن نوروز عالم‌افروز در ورزشگاه مرکزی ولایت بازی‌های گوناگون ورزشی راه‌اندازی گردیدند. مسابقه ارغمچین کشی نیز برگزار گردید که در آن 6 دسته با هم سبقت نمودند که هر یک دسته 5 نفری را تشکیل میداد. در ورزش ارغمچین کشی نمایندگان دسته روشن توانستند که نسبت به حریفان استعداد و مهارت والای خود را در حضور مخلصان نشان دهند و آنها نیز به گرفتن مقام اول در این نوع ورزشی اجدادی شرفیاب گردیدند. این است که در مسابقه ورزشی از نمود ارغمچین کشی دسته جمهوری قرقیزستان همسایه هم فعالانه شرکت نموده مقام سیوم افتخاری را مالی خویش کردند. نمود بندکشی که سنت قدیمه نوروزی مردم خلق تاجیک به حساب می رود دایر کرده شد و در اینجا نمایندگان دسته نوحه روشقلا سزاوار جای اول با مکافات 1000 سومانی، نماینده دسته نوحه روشن با مکافات پولی 800 سومانی و نماینده دسته پایدار مخصوص وزارت با گرفتن 500 سومون مبلغ و گرفتن سزاوار جای سوم مشرف گردید. خب من لحظه بانکشی را یکم توضیح میدادیم. البته مردم بسیار خوب قبول کردند، بسیار مخلصی کردند و ما از صدای مردم از همون مخلصی مردم فهمیدیم که مردم هنوزم به همین نمود ورزش، به همین نمود ملی شوق و رغبت خیلی زیاد دارد و ما در آینده کوشش میکنیم که چنین نمودهای ملی ورزشی را زنده کنیم و در جشن‌های ملی و دولتی بسیارتر همین نمودهای ورزشی را گذرانیم. در ادامه چاره‌بینی‌های ورزشی دوی نوروزی نیز برگزار گردید که در آن 9 نفر بانو و 8 نفر پسران شرکت کرده توانستند. هزاران اشتراکچیان مسابقه با مهارت و مسئولیت خویش جالب و جاذب کردند. ساحه ورزش امروز همچون عامل تحکیم بخش دوستی و رفاقت، طرز درست حیات سالم و معرفگر دولت و ملت در عرصه بین المللی می باشد. مسابقه ورزشی مطابق نظامنامه در مسافه 1.5 کیلومتر پیش بینی گردیده بانوان در آن مهارت خویش را منظور کردند. قابل ذکر است که در برابر نمودهای دیگر ورزشی سبک در مقیاس ولایت مختار کوهستان بدخشان خاصه شهر خاروق رشد نمودن ورزش سبک خیلی خوب به مشاهده می رسد. دوی نوروزی میان بانوان این گفته ها را دیگر باره ثابت نمود. هدف از برگزاری بازی‌های ورزشی پیرامیدداشت نوروز عالم‌افروز، دریافت ورزشکاران بهترین، ترغیب طرز حیات سالم و دوستی بین ورزشکاران به حساب می‌رود. در دوی نوروزی دختران جای سیوم را نجیبه فرادبکова از ناحیه روشن اشغال نمود. مقام دوم نصیب زهرا زنجیربکова از دسته ناحیه شغنون گردید. یاسمین علیدادova از شهر خاروق جای اول را گرفت. دوی نوروزی با اشتراک جوان پسران نیز جالب صورت گرفته نمایندگان شهر و نواحی در مسافه 3 کیلومتر هنر خویش را منظور نمودند. با استفاده از تجربه خویش 3 تن از شرکت کنندگان دو نمایندگان ناحیه‌های روشقلا، ونج و شهر خاروق پیش‌صف گردیده تا به مره از خود مهارت والا نشان دادند. با گذشت وقت نخستین شده علی اکبر دوستوف از ناحیه ونج به مره رسید. از پی او وایس آشوربکوف از شهر خاروق و نماینده ناحیه روشقلا پرامرز مستانوف سزاوار کفکوبی های زیادی هواداران ورزشی سبک گردیدند. در دایره چاره‌بینی های ورزشی مربوط به نوروز بین المللی در یک قسمت ورزشگاه مرکزی شهر خاروق سبقت وزنه برداران برگزار شد. این نمود ورزش سالهای آخر در چنین جشن‌های مردمی مقام شایسته خود را پیدا کرده هواداران زیاد نیز دارد. در چاره‌بینی سنگبرداری بیش از 10 نفر نمایندگان ناحیه‌های حدود ولایت شرکت کرده هر یکی آنها جهت رسیدن به هدف نهایی از خود مهارت بلند نشان دادند. چنانه که تحلیل‌های کارشناسان ساحه ورزش معین می‌نمایند تنها تمرین و ورزش پیوسته آب و تاب خوب جسمانی همنوا با استفاده اصول‌های معاصر این نمود ورزش می‌تواند ورزشگر را به قله پیروزی برد. نماینده ناحیه روشقلا آدینابک قاضیبکوف از خود مهارت والا و جسمانی و تکنیکی نشان داده وزن فولادین 26 کیلوگرم را 160 مرتبه برداشته اهل نشست ورزشگاه را
به وجه آورد. وزبرداری نیز بسیار با یعنی طلبات به وزبرداری و ورزشکاران نمود وزبرداری خیلی زیاد بودند و همین گونه برای جای اول 1000 سومانی، برای جای دوم 800 سومانی و برای جای دوم 500 سومانی از طرف رئیس لات مختار کوهستان بدخشان برای جای سوم انا جدا گردید. با همین نتیجه و خلاصه های کمیته تدارکات چاره‌بینی های با تنطنه ادانه نوروز بین‌المللی شهر خاروق به انجام رسیدند. هوسمندگردانی، توجه و دعوت داوران کسبی همه نمادهای ورزشی به برنامه جشنی شامل بوده و بهتر و در سطح بلند دایر گردیدن مسابقه ها زمینه واقعی گذاشت. چون این چاره‌بینی های ادانه در دیگر مناطق مملکت با برگزاری سبقت های ورزشی و نیروسنجی های ورزش های سنتی مردم تمدن آفرین تاجیک ادامه دارند.